کردن سوبسید بنزین و سوخت و پایین آوردن معیشت طبقه کارگر و مردم، اینا یه آزمایشی به نظر من در مقابل اولین آزمایش جدیه که در مقابل حزب ما قرار گرفته. وقتی میگم حزب ما، منظورم رهبری حزب ماست، منظورم کمیته‌های کمونیستیه که تو محلهای مختلف تشکیل شدن، منظورم واحدهای گارد آزادیه که تو محلهای مختلف تشکیل شدن. سوال اینه که آیا کمیته‌های کمونیستی ما، آیا واحدهای گارد آزادی ما، آیا رهبری حزب ما میتونه یه مقاومتی رو در بین مردم برای پس زدن این تعرض یا محدود کردنش سازمان بده یا نه؟ این کار رو نه با کار تروریستی میشه انجام داد، نه فقط با کار مسلحانه میشه انجام داد، نه فقط با به اصطلاح از دور اعلامیه صادر کردن و نصیحت کردن مردم. این کار دست کمیته‌های کمونیستی رو میبوسه. امروز کمیته‌های کمونیستی باید محمل دفاع از خودشون، دفاع از مردم خودشون جمع بکنن، مردم رو همون که گفتن بچه‌های محل و بزرگ و کوچیک محل جمع بکنن، نذارن این آنتنای بشقابی رو بیارن پایین. کسانی که میارن پایین رو رسوا کنن، عکسشون رو بزنن، تهدیدشون کنن، بچه‌ها رو جمع کنن با تیرکمون سنگشون بزنن، پسشون بزنن، اعتراض عمومی رو سازمان بدن. این الان ماهواره شده یه مفر نفس کشیدن برای فکری برای مردم و باید ازش دفاع کرد. هر کس باید این دفاع رو سازمان داد. هیچ و این میگن دست کمیته‌های کمونیستی رو میبوسه، دست واحدهای گارد آزادی رو میبوسه. به خصوص تو کردستان گارد آزادی در مقابل یه آزمایش مهمی قرار گرفته که آیا میتونه تو شهرهای کردستان یه مقاومت در مقابل این تعرض جمهوری اسلامی به آزادی و استبداد به سازمان بده یا نه. کمیته‌های کمونیستیمون در مقابل این قرار گرفتن و رهبری حزبمون در مقابل این مساق قرار گرفته. تو کارخونه‌ها همینطور. واقعا ما میتونیم، رفقای ما میتونن، کسانی که یا قادر خواهیم بود که یه تعرض علیه این بین مردم زحمتی به خصوص طبقه کارگر، یه مقاومتی علیه این تعرض به معیشت سازمان بدیم. آیا میتونیم جلب توجه کارگر نفت و کارگر صنایع کلیدی رو بکنیم؟ آیا میتونیم اتحاد کارگری علیه بیکاری رو شکل بدیم و واقعا مثل یه حرکت زنده تو جامعه برای دفاع از موجودیت مردم و طبقه کارگر به میدون بکشیم یا نه؟ اینا به نظر من مسافه‌ای که جلوی حزب ماست، بیرون از ماست و شما به درست گفتیم نقش این حزب چیه. و به نظر من اگه ما مدعی هستیم ما حرف جداگانه میزنیم، مردم حق دارن بگن که خب حرف جداگانه‌تون رو لطفاً خرج کنید، نقدش کنید، ببینید رو زمین صفر چه کار دارین میکنید. و من خطابم به همه کمیته‌های کمونیستی، خطابم به همه واحدهای گارد آزادی، خطابم به همه سلسله مراتب کمیته‌های تشکیلاتی که وضع رو دریابید، به خصوص باید تو کردستان دریافت و یه مردم رو متحد کرد، متشکل کرد علیه اختناق و علیه تعرض به معیشت، علیه فقر و علیه تعرض به معیشت مردم. ما اگه بتونیم یه مقاومت درستی رو به وسیله مردم سازمان بدیم، به نظرم پس زدن جمهوری اسلامی کار بسیار ساده خواهد شد و مردم باید بپیوندن به این مقاومت، به این صف مقاومت، به این صف مبارزه. به هر حال این امریه که دست ما رو میبوسه، دست رفقای ما رو میبوسه، دست واحدهای گارد آزادی و کمیته تشکیلاتی رو میبوسه. برای کل شما در اجازه بدید من سوال آخر رو می‌خواستم مطرح کنم. به خاطر این مطرح میشه که در مسئله معیشت حملات جمهوری اسلامی با اعتراضات کارگری روبرو هستیم که دائما اعتراضات همه جا در سر بر میکشه. جمهوری اسلامی نتونه سرک بشه. در مقایسه زنان میبینیم مقاومت‌ها وجود داره، در دانشجویان اشکال مختلفی رو دارن پیش میبرن. شما از طرف به فضای جنگی مسئله انتظار اشاره کردین و از طرف به فضای میلیتانت اشاره کردین. سرپول این اعتراضاتی که الان وجود دارن و اینا که به این همچین فضایی که بتونیم صف درستی رو ببنده برای جمهوری اسلامی چیا میتونه باشه؟ مثلا که زمین دک مردم ترسیده و معروف شده، جمهوری اسلامی قرق بگیر تمام خونه‌ها طرف نیستیم، با یک فضای سیاسی اینجوری این گونه طرف هستیم. ببینید مردم از سر اینکه باید با جمهوری اسلامی مبارزه کرد که وارد مبارزه نمیشه. مردم از زندگیشون دفاع میکنن. زن نمیتونه تو جامعه زندگی کنه و از آزادیش دفاع نکنه. در نتیجه هر دختری که به دنیا میاد به بالقوه یه مبارز علیه جمهوری اسلامی به دنیا میاد. برای اینکه از حق انسان بودنش دفاع بکنه باید علیه جمهوری اسلامی مبارزه کنه. کارگر نمیتونه مبارزه رو بذاره کنار، چون وجود جمهوری اسلامی به
به اصطلاح از گرسنگی به کشتن و کار بیگاری کشیدن از طبقه کارگر استواره. در نتیجه این و یا مثلا به یه معنی حتی بخشای کانونهای فکری و سیاسی جامعه که اساسا توی جامعه شبیه ایران دور دانشگاه جمع میشن، کانونهای فکری هنری پیشرو، کانونهای پیشتاز فکری هنری و سیاسی از هر طرفش بگیریم حول محیط‌های دانشجویی جمع میشن. اینا بالاخره اصطلاح قلباییه که تو جامعه هر کی بره خونه، هر کی بیاد بیرون، هر کی ترسیده باشه نه ترسیده باشه میزنه. کارگر صبح که میره سر کار متوجه میشه، از همون بچگیش متوجه میشه که برای اینکه زنده بمونه باید با کارفرما دعوا کنه. کارفرما هم همینطور میدونه برای اینکه نفت ببره باید کارگر حقوقشو بزنه. و همینطور جمهوری اسلامی مسئله زن اونجوری به هم گره خوردن و جمهوری اسلامی مسئله آزادی‌های به اصطلاح آزادی‌های سیاسی، خلاصی فرهنگی راستش. جمهوری اسلامی به خلاصی فرهنگی گره خورده. مبارزه برای خلاصی فرهنگی راست میخوره تو تخت سینه خامنه‌ای و رفسنجانی و خاتمی و همه کل دار دسته جمهوری اسلامی. اینا به اصطلاح ضربانایی تو جامعه هست. سرپلش کجاست؟ اینا رو باید متحد کرد و قدرتشون رو به منصه ظهور رسوند. ببینید طبقه کارگر با اعتصاب یک کارخونه مثلا فرض کنیم که کوچیکی یا ریسندگی یا از این کارخونه اینجوری قدرتش تماما به منصه ظهور نمیرسونه. یا اعتراض کارگر اگه فقط محدود بشه به اعتراض تو خیابون و راهپیمایی قدرتش رو منعکس نمی‌کنه، چون تو خیابون کارگر که کم غذاترین آدم اون جامعه است، معمولا هم ضعیفه، هر کی میتونه 6 تا قلچماق از این سپاهپاسدارانی‌ها یا بسیجی‌ها فلان بیارن بزننش. میخوام بگم که قدرت طبقه کارگر پشت چرخ تولیده. قدرت طبقه کارگر اینه که اگه بخواد میتونه زندگی رو تو جامعه بخوابونه. قدرت طبقه کارگر تو بخشای کلیدیشه، به خصوص تو نفته، تو برقه، تو آبه، تو صنایع سنگینه، تو ذوب‌آهنه، تو به اصطلاح جاهایی که حیات جامعه مخابرات حیات جامعه بهش گره خورده. و ما اگه نتونیم کل طبقه‌مون رو بیاریم وسط و توی این میدون وارد بشیم خب شکست میخوریم. کل بورژوازی هم هدفش اینه که بگه حساب کارگر نفت از حساب ایران خودرو جداست، حساب ایران خودرو از حساب ریسندگی بافندگی جداست، حساب ریسندگی بافندگی از حساب کارگر ساختمانی جداست. هر کدوم جدا جدا فقط با اعتراض تنهایی خودشون بیاره و بعدم شکست بده. و سرپل میگین چیه؟ میگن سرپل اتحاد حول نقطه قدرتمونه. این رو باید کرد. یا بیکاری، تا مادام که کارگر شاغل بیکاری رو مسئله خودش ندونه و بیکاری رو مسئله کارگر بیکار بدونه، به نظر من بیکاری همینجوری هست. خب امروز یه مبارزه میکنه، یه عده میرن سر کار، یه عده دیگه بیکار میشه، در حالی که بیکاری مسئله کل طبقه کارگره. اگه کارگر نفت هم بدونه بیکاری مسئله شه، اون وقت یه آنچنان صفی از طبقه کارگر تو جامعه شکل میگیره که کسی نمیتونه شکستش بده. یا زنان همینطور. زنان اگه متوجه نشیم مبارزه برای حقوق زن و مبارزه طبقه کارگر هم گره خورده و مبارزه برای حقوق زن گره خورده به مبارزات دیگه و یا مبارزات فکری. مادام شما یه به اصطلاح تو دانشگاه‌ها یه به اصطلاح قانونا و تشکل‌ها و حرکت‌هایی که برای دفاع از آزادی و دفاع از به اصطلاح حرمت انسانی و برابری انسان‌ها و برای در دفاع از معیشت مردم ایجاد بکنید، خب تک میمونیم تو دانشگاه میگیرنتون، هیچ کم تکون نمیخوره، اعتراض نمیکنید. میخوام بگم سرکلاه هست. این سرکلاه رو باید تو هر کدومش دست برد به نقطه قدرتش و دست برد به اونجایی که قدرتش رو بسیج میکنه و اون شبکه‌ای که میتونه این دست ببره این نقطه قدرت‌ها رو بکشه و به هم وصل کنه به یه واقعیت مادی و یه نیروی قدرتمندی تو صحنه ایران بسازه. کمونیست‌های مثل ما هستیم. برای همین میگم ته ماجرا نگاه میکنیم دوباره مسئله میاد رو میز ما منظورم شخص من نیست، رو میز همه کسانی که خودشون رو کمونیست میدونن و به خصوص کسانی که خودشون رو حکمتیست میدونن و به خصوص کسانی که به اصطلاح حسن نظر مثبتی به ما دارن یا با نظر مثبت بر اثر ما رو تحقیق میکنن، یا کسانی که تو صفوف ما هستن. اینا بیشتر از هر چیز دست ما رو میبوسه. ما باید محملیت متشکل کردن کارگرها، متشکل کردن زنان، متشکل شدن تو دانشگاه‌ها، صف بستن علیه اختلاف، سنگرگی بستن مؤثر
علیه تعرض به معیشت، پس زدن تعرض به معیشت، بهبود وضع مردم داشته باشیم. یه همچین تحرکی اون وقت به سادگی جمهوری اسلامی رو پس میزنه، سرنگونش میکنه. چون جمهوری اسلامی واقعا روی ناتوانی ما سواره، روی ناتوانی مردم سواره، نه رو قدرت خودش، روی ناتوانی بی‌آلترناتیوی پخش و پلا بودن و پراکنده بودن مردم سواره. بله، کوروش مدرسی لیدر حزب حکمتی، از شما تشکر میکنم که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادین برای این گفتگو. خیلی متشکرم، لطف کردید.